ما از این فرچه های قالیشویی امتحان کردیم واسه مبشویی ها برای پاک کردن روی این، فایده نداشت. سنباده امتحان کردیم، فایده نداشت. از این سابا استفاده کردیم به خاطر اینکه روی آجر رو صاف میکرد، فایده نداشت. از اینا امتحان کردیم، آجر سیاه کرد، فایده نداشت. از این مواد نانوی اسیدی خیلی خیلی قوی که همین حتی چوب و میسوزونه امتحان کردیم، فایده نداشت. از این سفید کننده ها امتحان کردیم، فایده نداشت. مواد اسیدی از بیرون گرفتیم، فایده نداشت. خب کل ساختمونمون نانو خورده بود. قسمت ساختمون رو وقتی نانو زدیم شدیداً گرد و خاک گرفت و این خاک متاسفانه گرفت به نانو و نانوی ما رو خراب کرد. تینر 60000 گرفتیم و تنها چیزی که تونست پاکش کنه تینر 60000 ریختیم. اینو یه جوری حالت آب کردن پیدا کرد، آبش کرد و بکنه دستگاه تعریفات خودش که تونست پاکش